جلسه گذشته ما اومدیم یک مخاطب ایجاد کردیم، براش بدهی ثبت کردیم و یک دریافتی به مبلغ 2 میلیون تومان در واقع ثبت کردیم که 300,000 تومان مشتری از ما طلبکار شد. حالا توی این جلسه میخوایم بیایم و محصول ایجاد بکنیم، ببینیم مثلا کالا و خدمات چی هست و محصولات و اون حالا کالا و خدمات ما به چه شکل توی نرم افزار دیکاتو اضافه میشن. وارد کالا و خدمات میشم، آیکونش قرمزه سمت راست. خب حالا من روش کلیک میکنم. اینجا به چند طریق شما میتونید محصولتون رو به نرم افزار اضافه بکنید. اگر شما بارکد خوان سخت افزاری دارید، مثلا مثل سوپریا، هایپرمارکت یا یه سری از این کسب و کارهای به این شکل هستید، میتونید از بخش بالا آیکون داره شبیه کیبورد هست، میتونید روی اون کلیک بکنید. بعد از اینکه در واقع کارت خوان اون بارکد خوان رو به حالا گوشیتون یا نرم افزار میتونید دونه دونه اسکن کنید و به نرم افزار اضافه بکنید. حالت بعدی هست زمانیه که میخواید با دوربین گوشیتون این کار بارکد خوان رو انجام بدید که میتونید روی این آیکون بارکد کنار زنگوله کلیک بکنید و این کار رو انجام بدید. یک حالت هم هست مثلا مثل موبایل فروشا، مثل تعویض روغنا، مثل لباس فروشی، بارکدی در کار نیست. شما عملا باید به صورت دستی محصولاتتون رو اضافه بکنید. برای این کار افزودن کالا و خدمات رو کلیک میکنم. یک همچین شیتی برای من باز میشه که روی اون باکس سبز رنگ میتونم عکس براش بذارم و نوع کالا و خدمت بسیار مورد مهمی هست که اینجا من باید براتون توضیح بدم و با دقت گوش بدید که متوجه بشید که این کار من، این محصول من توی کالا قرار میگیره یا توی خدمت قرار میگیره. ببینید کالا چیه؟ کالا جنسی هستش که شما به مشتریتون میفروشید، یک کالای فیزیکی هستش که شما به مشتریتون میفروشید. حالا خدمات چیه؟ خدمات اینجوری هستش که شما اگر روی گوشی یک فردی بابت نصب یک نرم افزار پولی دریافت میکنید که یعنی جنسی نمیفروشید، عملاً یک نرم افزاری نصب کرد، یا اگر شما مثلا روغن یک ماشینی رو عوض میکنید، مثلا اگر خیاط هستید یک لباسی رو نمیدونم تنگ میکنید، گشاد میکنید، اون میشه چی؟ میشه خدمت. کالا نمیشه. کالا همون موردی است که گفتم بهتون، مثلا شما یک جنسی رو میفروشید، یک کالایی رو میفروشید، خدمت ارائه نمیدید، کالا میفروشید، اون میشه کالا. حالا ما اینجا کالا اضافه میکنیم که متوجه بشیم کالا چی هست و به چه شکل اضافه میشه و فروشش به چه شکل انجام میشه. البته فروش رو توی ویدیوی بعدی خدمتتون میگم. اینجا هم من در واقع فقط ایجاد کالا و خدمات رو توی این ویدیو براتون کامل توضیح خواهم. الان من اینجا یک کالا میخوام اضافه بکنم. به عنوان مثال اضافه میکنم مثلا کفش چرمی. حالا قیمتش چقدر هستش؟ قیمت فروش منظور دیگه، اینجا نوشته قیمت فروش به تومان. من میگم قیمت فروش هستش 1,500,000 تومان. بعد حالا اینجا من قیمت خرید رو میخوام وارد بکنم. ببینید قیمت خرید اختیاری هست، میتونید اضافه بکنید، میتونید اضافه نکنید، بستگی به خودتون داره. اما اگر اضافه بکنید، چون نرم افزار هم قیمت خرید رو داره و هم قیمت فروش رو داره، میتونه سودتون رو محاسبه بکنه و اینجوری توی عملکرد نرم افزار خیلی بهتر میتونید یعنی اون خروجی رو بگیرید از نرم افزار که آقا من چقدر سود کردم، آخر ماه سود خالصم چقدر بوده. این خیلی کاربردی هست توی این موضوع. من اینجا میزنم 1,000,000 تومان که پایین هم برای من یه باکس باز شد و به من گفتش که 500,000 تومان بابت هر فروش سود میکنه. اینجا واحد هستش که الان مثلا من جفت میذارم چون کفش رو به صورت جفت میفروشید. اینجا خودتون هم میتونید اضافه بکنید و اینجوری نیستش که فقط از این موارد پایین بتونید انتخاب بکنید، خودتون هم میتونید اینجا بنویسید مثلا جفت. حالا اگر اون بخش بسته‌بندی و موارد اون خاصش حالا اینجا آموزشش هست، ولی این رو هم خدمتتون توضیح بدم. اینجا روی در واقع علامت سوال بزنید، اینجا یک راهنما براتون باز میشه برای مواردی هستش این موضوع که توی فاکتور بیشتر تاثیر داره. اگر شما کلی فروش هستید و به صورت کلی بسته‌بندی‌های متفاوتی میفروشید، این گزینه رو فعال کنید که توی فاکتور به صورت مثلا کارتونی
یا باکسی یا هر طریق دیگه‌ای بتونید اضافه بکنید. الان چون فرآیند آموزش طولانی میشه، من از آموزش این موضوع صرف نظر میکنم، اما شما خودتون میتونید بیاید و تست بکنید این موضوع رو. مورد بعدی دیگه‌ای که هست بارکد هست که حالا اینو میتونید بارکد رو اسکن کنید و بگید آقا از این به بعد من این بارکد رو توی نرم افزار اسکن کردم، منظورم این محصوله. بخش بعدی بخش انبار هست. این بخش رو هم دوستان بسیار دقت کنید. بخش بسیار مهمی هست و بسیار کاربردی توی خصوصا کسب و کارهایی که خرد هستن. موجودی اولیه رو شما میتونید همینجا وارد بکنید. مثلا من میگم 10 تا موجودی اولیه دارم از این کفش، 10 جفت که اینجا واردش گذاشتن، 10 جفت در واقع موجودی اولیه من از این محصول هستش. حالا این بخش داریم این پایین که میتونید اینو فعال و غیر فعالش بکنید. کنترل موجودی انبار هست. زمانی که کنترل موجودی انبار رو فعال بکنید، شما میتونید توی باکس پایین بگید که حداقل موجودی من به 5 جفت کفش رسید به من آلارم بده. همچنین زمانی که این آیتم فعال باشه، موجودی شما 0 بشه، دیگه سیستم اجازه فروش رو نمیده. اما اگر این آیتم رو غیر فعال بکنید و این 10 تا رو بفروشید، باز هم اجازه فروش رو سیستم به شما میده، چون شما عملا گفتید که من کنترل موجودی انبار رو غیر فعال کردم، برام مهم نیستش که 0 شده، فقط میخوام بفروشم عملا. اما اگر این آیتم رو فعال بکنید، به 5 تا برسه به شما هشدار میده که الان وقت خرید هست. در واقع موجودیتون هم 0 بشه، دیگه اجازه فروش به شما نخواهد داد. من این محصول رو ایجاد میکنم، همینطور که میبینید راحت محصول ایجاد شد. میتونم روش بزنم جزئیاتش رو ببینم و همچنین میتونم سوابق فروشش رو ببینم اگر فروشی داشته. بعد مدیریت انبار رو بزنم. ببینید مدیریت انبار رو من همینجا براتون یه توضیح خلاصه بدم. حالا توضیحات تکمیلی تر رو میتونیم توی بخش انبار ببینید که به چه شکله. اما اینجا خب یه چیزی هستش که کاربردی، من همینجا براتون سریع توضیح میدم. اینجا مدیریت انبار رو که من بزنم، میتونم بگم آقا مثلا من 5 تا دیگه به انبار اضافه کن. افزایش موجودی بزنم 5 تا دیگه به انبار اضافه شد. ما 10 تا داشتیم، الان شده 15 جفت کفش. الان من میتونم دوباره مدیریت انبار رو بزنم و بگم که خروج از کالا بزن. حالا اینجا میتونم علت خروج از انبار رو هم مشخص بکنم. مثلا خراب شده، برای جنس هایی که خراب میشه منقضی شده یا رو به هر دلیلی، بگم که آقا مثلا 3 جفتش سرقت رفته. حالا سایر گذاشتم، ممکنه هر اتفاقی برای اون کفش ها افتاده باشه. الان من کاهش موجودی میزنم و این 3 مورد از موجودی انبار من کسر شد. همچنین اگر من دوباره این گزینه موجودی انبار رو بزنم، مدیریت انبار رو بزنم، میتونم بخش تراکنش ها ببینم که چه تراکنش هایی برای انبار این محصول اتفاق افتاده که همه چیز قابل رصد هست. بله من یک 10 جفت آوردم، یک 5 جفت بعدش آوردم، 3 جفتش حالا به علت نامعلومی کم شده، یعنی خودم کم کردم، خروج کالا زدم و در حال حاضر هم 12 جفت کفش توی در واقع انبار من باید باشه. حالا بریم در ادامه خدمات ایجاد بکنیم، یه خدمت ایجاد بکنیم، ببینیم خدمت چی هستش. ببینید خدمت که خدمتون توضیح دادم چی هستش، پس صرفا میگیم فوراً سریع ایجاد بکنم براتون که ببینیم به چه شکل هست. الان من میام اینجا خدمت رو میزنم، چی میزنم؟ مثلا حالا تعویض لامپ ممکنه لامپ خودرو باشه، هر لامپی، در هر صورت خدمتی یه خدماتی رو من انجام میدم که بابت این خدمات چقدر میگیرم. مثلا 100,000 تومان من در واقع بابت این خدمات میگیرم که حالا میتونم واحدش رو هم بذارم مثلا نصب. بعد حالا من میتونم چیکار کنم؟ ایجاد کالا و خدمت بزنم و این اضافه میشه. یک تفاوتی توی در واقع محاسبات کالا و خدمات هست که من اینجا براتون توضیح بدم. با هر فروشی که ثبت میکنید از کالا، در واقع سودتون ما به تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید هست. مثلا الان اینجا من توی کفش چرمی سفید زدم 1,500,000 فروشمه، 1,000,000 تومان قیمت خریدمه، 500,000 تومان من اینجا سود میکنم. اما توی خدمت ما چیزی تحت عنوان قیمت خرید نداریم، ما چیزی رو
در واقع نمیخریم به افراد بفروشیم، ما یه خدمتی رو داریم ارائه میدیم، پس کل اون در واقع وجهی که بابت خدمت دریافت میکنیم به عنوان سود در نظر گرفته میشه توی نرم افزار. توی این در واقع ویدیو بخش کالا و خدمات رو خدمتتون کامل آموزش دادم. امیدوارم که کامل یاد گرفته باشید این موارد رو. جلسه آینده رو در خصوص فروش صحبت میکنیم که بسیار مسئله مهمی هست. امیدوارم که موفق باشید.